خوش اومدین بچه. الان توی تمام تایتل ویدیو متوجه شدین قراره دن زدن با مثل پیسی در سوالاتی تو گوشی بهتون آمازش بدم. اگه این چجوری و برنامه‌شن تو کانال تلگرام میذارم، من برای دانلود کنید و تا ویدیوهای بعد دیگه همونم منتظر ویدیوهای بعدی دیگه باشین که بچه این کاملا چیزی هست که اگه برنامه بیرون شین غیر فعاله و اگه داخل برنامه شین فعاله. یه همچین چیزیه دیگه. بابا پینگ من چرا انقدر هی میره بالا؟ باید پینگ من رو 70 باشه. خب بچه ببینید دیگه بچه این رکوردر بدون لگ اصلا لگ حالیش نیست. میبینید که لگ حالیش نیست که وسکش دارم میکنم. بچه من هد نمیزنم، همه بزنم میزنم ولی دارم وسکش میکنم. خب بچه ببینید بچه یعنی در داخل برنامه شین فعاله، بینم برنامه بیرون غیر فعاله. میاییم ور میشینید یه دونه، میشینید یه دونه و اینم یه دونه بزنید دیگه. خب بچه ها ببینید دیگه، ببینیم بچه ببینید وقتی انیمی داره میره سمت راست بزنید، وقتی داره میره سمت چپ مثلا الان میایین اینجا جلوی این وایتی میخواین هدشو بزنید، درسته؟ معلومه که نمیشه، باز بکشی بالا سمت بالا اینطوری هدش راحت تر میخوره. بچه بکشین پایین سمت بالا اینطوری یکمی هدش اینطوری راحت تر میخوره بچه دیگه. بچه بریم آره مالش فال کردی دیگه، مثل حالا گفتی مثلا چیزی رو میخواید اینطوری میخوام بزنم. فهمیدید بچه دیگه؟ فهمیدید بچه یه دونه بزنید دیگه براتون خوشحال بود و یه دونه روش بزنید دوباره. این البته به دستگاه خودتونه که بخوام بزنید. بچه فهمیدین این دن سرعتی چجوری زده میشه؟ با دکمه مثلا صدا گوشی بلند میکنی کم میکنی با اونجا با صدای جایی صداشو بلند میکنی. مثلا برام اون پیش باید یعنی خودت بزنه برام شما میتونید اینو روشن نکنید دیگه. خب بچه بریم برای موضوع فعال کردیم، ویدیو رو لایک نکنید همچین آموزش های دیگه بهره نمیبری بچه ها. بذاری اون پیم بردارم و فایلم پسورد فایلم دو. بچه ها میفهمین که من با این گان گانم بردارم و چی شد و این گان هدزن معروفه ایران زمین با این دوتا گان میفهمین که من چجوری با این گان هد میزنم. بریم یه لودینگ به یکم میریم و میریم بچه ها دیگه. من سنس اینو دارم یعنی این گان سنس اینه بچه ها این سنس این چیزه نگاه کنید بچه یه دارم نمیبر نکویه هدین خدا نگهدار. بریم واسه آموزش فعال سازی بچه. خب بچه بریم دیگه که بزنیم. خب بچه شما اول از همه به این برنامه نیاز دارید که من فایل اسمش رو تو کانال تلگرام میذارم. بچه اگه تو کانال تلگرام دانلودش کنید برین از بچه این برنامه رو یه چی بهتون بگم، نه تو فروشگاه نه تو مایکت نه تو کروم تو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی، فقط زنده باد ایران زمین میتونید تو بازار پیداش کنید. بچه من این واقعا این خیلی ذهنمو درگیر کرد. خب بچه اینو غیر فعال میکنید بچه، میزنید رو این. خب یه دسترسی کوچیک به ازتون میخواد که میایین اینجا دقیقاً میایین بذارید این بالا بیاد بچه. فارسی اگه
فارسی بود که میایم بچه روی این نگاه کنید، برنامه نصب شده، خاموش، روشن رو میزنید، خب تمومه دیگه. برمیگردین عقب، برمیگردین و میرین داخل همین دوباره. خب میایم اینجا. این که برای من همونه که خودش بخواد بزنه دیگه. دلتون خواست غیر فعالش کنید، به دردتون نمیخوره غیر فعالش کنید. بچه میاین اینجا و میاین اینجا خب فری فایر مکس. خب دیگه اینا رو فری فایر مکس میذارید دیگه. من مثلا رو فری فایر رادی هم دلم بخواد، رو هر بازی دلم بخواد کار میذارم. مثلا میخوام رو واتساپ کار. بچه میرن از ویدیو خوشتون تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.